توجه و اقتدار امروزی که تاجیکستان دارد و با تکیه به اونه که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان رشد توریسم کشور و همچون سمت افضلیت‌ناک رشد اقتصادات ملی اعلام نموده است و برگزار نمودن پیوسته چوربینوی سطح بین المللی اشتراک بیوسته روبریت عالی سیاسی کشور و دیگر گروه‌های کاری در همکاری‌های بین حکومتی و بین دولتی این دیگر تشریف سران دولت‌های خارجی به کشور که در این زمینه یک قطار سازشنامه‌های همکاری رشد سوها مخصوص در دوم 6 ماه سال 2014 به امضا رسیدند که این نیز یک زمینه خیلی مساعد رو به رشد توریسم کشور فراهم آورد. این دیگر دو معلومات خیلی خوب این پیش از همه از روی معلومات سامانه بین المللی توریستی گلوبسپوس تاجیکستان امسال با دگونه دولت‌ها از جهت جلب توریستان سرگذشتی یا خود اکستریم وارد گردید که در این دگونه تاجیکستان جای دوم رو میگیرد بعد از دولت اروپایی مالتا و یک چیز رو خاطررسان کردن در کار است که اون چیزی که امروز در اروپا هست یعنی قسمت اون سنی است و اون چیزی که امروز در تاجیکستان است به طور عمومی اگر گوییم 95% اون رو خاصی طبیعی است و که امروز به رشد توریسم طبابتی و استراحتی خیلی فایده کلان دارد. در دوم سال نیم ساله اول سال 2014 با کشور 92,863 نفر شهروندان خارجی وارد گردیدند که از این مقدار 74,200 نفرشون رو به حیث توریست وارد گردیدند که با اقتصادات ملی کشور 37 میلیون دلار امریکایی یعنی مبلغ نقد وارد گردیده است. امسال از 5 تا 9 مارس سال جاری در نمایشگاه جهانی بین المللی ITB برلین در شهر برلین به نمایش گذاشته شد. زیاده از 200,000 شهروندان جهان از اون دیدن کردند و سازشنامه و همکاری‌ها در این ساحه به امضا رسیدند. امروز در اساس قرار هیئت مشاوره کمیته جهانی ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سمت‌های افضلیت‌ناک رشد توریسم کشور معین گردیدند. این پیش از همه وابسته به 93% کوسور بودن حدود تاجیکستان. امروز توریسم کوهی و اکستریمالی این دیگر کوهنوردی خیلی مهم است. توریسم یعنی اکوسیاحی، رافتینگ، الپینیزم، شنووری، توریسم یعنی سیر و سیاحت، استراحتی، طبابتی و شکوری که امروز وابسته به منطقه‌ای که از اون جمله یعنی پومیر و وادی زرفشان و دیگر قسمت‌ها خیلی معمول است. این دیگر در دوره برنامه‌های دولتی که امروز منطقه توریستی در کشور همچون منطقه توریستی اعلام گردیدند در اون نیز یعنی سمت‌های خدمت رسانی خوب برو مونده شده هستند. وابسته به توریسم کوهی شماره زیادی سیاحان امروز به کشور فرا گرفته شده هستند. امروز پیوسته بیوسته در خود ولایت مختار کوهستان بدخشان یک قطار چوربینی‌ها با همکاری با همه شرکت‌های خصوصی و شریکان رشد سازمان‌های بین‌المللی رفته ایستاده است و همه ساله در ماه ایول آگوست فوروم بین المللی پومیر اینوست برگزار می گردد که در اون نیز زمینه‌های رشد همکاری‌ها در سوای توریسم و پتانسیل رشد سوای توریسم ولایت مختار کوهستان بدخشان یعنی با جامعه جهانی معرفی می‌گردد. این چنین دیگر لایحه‌های اینوستیسیونی در سوای رشد توریسم نیز بررسی کرده می‌شوند. خاطررسان باید کرد که یگانه منطقه امروز در کشور بدخشان است که در برابر فعالیت شرکت‌های توریستی و خدمت رسانی این چنین دیگر امروز شهروندانی که در منطقه‌های دوردست کشور وجود است زندگی کرده ایستادند در همکاری با مؤسسات سیاحانی پیکتا و فوند تاجیکستانی اوخون 53 عدد اومستی‌ها یعنی خانه‌های مهمانان تأسیس داده شدند که شهروندان یک خانه الهیده رو برای قبول سیاحان آماده کرده هستند که و یا به خدمت رسانی یعنی شرکت‌های توریستی به روح بلد و یا میتونن به واسطه توریست رو قبول کنن و با وی خدمت رسانی کنن و از سو به وی سطح زندگی خود رو پیش برن. امروز روح و نقب و پول ها
وای شده ایستودند و خود منطقه که مثل موضع بارتنگ ولایت مختار کوهستان بدخشان و قسمت پنجکینتی ولایت سوخت که از روی توریسم اکولوژی خیلی جوی مساعد هستند و از روی توریسم فرهنگی و تاریخی خیلی مکان خیلی نادر هستند که امروز ما در این سمت نیز پیوسته کوشش کرده ایستادیم که رشد توریسم و همچون سمت افضلیتناک برای اقتصادیات ملی کشور باشد و در زمینه این یک چیز رو خودترسان کردن در کار است که رشد سوهای توریسم پیش از همه از توریسم ورود داخلی یعنی زمینه یا سرچشمه بگیرد. امروز در این سمت ما کوشش کرده ایستادیم مالکای گروهی دانشجویان و خوانندگان از ولایت سوخت به شهر دوشنبه آورده شدند، گروهی خوانندگان صنف‌های بالایی از ولایت مختار کوهستان بدخشان و دیگر قسمت‌های شهر دوشنبه و دیگر قسمت‌ها برای استراحت و برای تماشا برای از خود کردن تاریخ عنعنه سنت و تماشا از جای تاریخی است که اینم یک هوسمندی به توریسم داخلی کشور یعنی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. به خاطر چی؟ به خاطر اونی که وقتی که ما در وجود مردم توریسم جامعه ساز رو بدور نمی‌کنیم ما با توریسم بین المللی و دعوت توریستان بین المللی به کشور یعنی موفق نمیشه. امروز پیش از همه باید رشد توریسم داخلی رو یعنی رونق دهیم و خیلی که به شما معلوم است چقدر تبوبتگاه و سوشگاه در قلمرو کشور بنیاد شدند به استفاده داده شدند که امروز پیوسته مردم الکی در یک سال یک یا دو مرتبه با اویلاشون حتما به این منطقه برای استراحت برای سیاحت میروند که این چیز 5 سال پیش برای ما یک چیزی غیر عادی بود. الکی مردم به همین فضا وارد شد. 13 دکامبر سال 2013 جلسه 12 شورای مشورتی سرمایه‌گذاری در بخش سوهای توریسم با اشتراک پیوسته جناب بولی برگزار گردید و برنامه نوی که امروز ما تهیه کرده ایستادیم برای سال 2015-2017 این زمینه یعنی همون شروع هست و همه اون دستور سپارش‌هایی که در این شروع شد و امروز پیوسته وابسته به این نقشه شورابینی و قرار حکومت جمهوری تاجیکستان 3 ماه سال 2014 به امضا رسید. روز 26 با شرکت زیاده از 100 نفر متخصصان سوها شرکت‌های سیاحی مسئولین این سوها و همکاران رشد بررسی 29 بند این نقشه شورابینی یعنی الکی آماده گردید و امروز همه اداره و مؤسسه از فرودگاه سر کرده تا دیگر قسمت‌هایی که بی‌واسطه با توریست سر و کار هستند یعنی موقع خصوصی خود رو در رشد این سوها گذاشته ایستادند. پیش از همه امروز ما بار دیگر کوشش کرده ایستادیم که در برابر رشد توریسم داخلی پیوسته در نمایشگاه سطح بین‌المللی اشتراک کرده در جلسه‌های سازمان جهانی توریستی در دیگر جلسه‌های دولت‌های اسنگی ما باید اشتراک کنیم و موقع خصوصی تاجیکستان با پیشنهاد رقها خریطه ها ویدیو رولک های جلب سیاحان به کشور و تهیه موادهای تبلیغاتی وابسته به این سوها هم از جانب کمیته جوانان در همدستی با حکومت کشور و هم با شریکان رشد و وزارت کارهای خارجی توسط سفارت‌ها و کنسولگرایی که جمهوری تاجیکستان در خارج دارد. البته پروبلم‌ها در سوها تو هنوزم زیاد هستند به خاطر اونی که خود مفهوم توریسم اگر ما از نگاه کارشناسان گیریم برای ما یک چیزی خیلی نو است و امروز ما پیوسته کوشش نموده ایستادیم که پیش از همه متخصصان سوها رو یعنی با خوب شدن روح با خوب شدن اینفراستراکچور خوب توریسم پیش نمی رود. توریسم پیش از همه با مدنیت مردم با آمادگی مردم جهت قبول مهمان خیلی وابستگی کلان دارد. امروز ما پیوسته کوشش نموده ایستادیم که دانشجویانی که در رشته توریسم در دانشگاه عالی مملکت تحصیل دارند وابسته به محکمه پارلمانی که روز 18 ایون وابسته به برنامه دولتی رشد توریسم برای سال 2014 برگزار گردیده بود پیش از همه تهیه برنامه نو برای دانشجویانی که در رشته توریسم تحصیل کرده ایستادند با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان این چنین دیگر جلب یعنی همه اون یادداشت‌های تفاهمی که در رشته توریسم بود دولت‌ها از اون جمله مثل مالایزیا به امضا رسیدند جلب متخصصان مالایزیا و دیگر دولت‌ها
با потенциали имрӯза ва бовгузории потенциали имрӯзаи рушди туризми Тоҷикистон, ҳамкорӣ байни ширкатҳои туристӣ, инчунин дигар ба курсҳои бозомӯзӣ ҷалб намудани мутахассисони тоҷик дар хориҷа, то ки омада фазои имрӯзаи рушди соҳаи туризмро бовгузорӣ хуб карда барои ояндаи он заминаҳои навро фароҳам овардем.